چندی پیش باز یک کودکی بیمار پسرچه 2 ساله حبیب جان شادیزاده با تشخیص نقصان مادرزادی دل سنه 16 اکتبر سال 2020 در مرکز بیماری‌های دل و جراحی دل و رگ‌های ولایت سوخت با موفقیت جراحی گشت. کودک نقصان تواری بین دهلیزی و فشار بلندی شریان شش داشت. هنگام عملیات جراحی پلاستیکی نقصان با خونگردش صنعی گذرانیده شد. جراحی حبیب جان قریب 5 ساعت دوام یافت. پس از جراحی کودک را تا فرصتی به خود آمدنش در شعبه احیا زیر نظارت جدی طبیبان تا 3 یا 5 روز نگاه می‌دارند. خوشبختانه طبق اطلاع طبیبان مرحله پس از جراحی نیز به یگان عارضه گذشت. پس از گذشت 5 روز کودک را از شعبه احیا به نزد مادرش به اتاق مقرری طبی گذرانیدند. از گفت طبیبان حالت پس از جراحی کودک خوب من بعد پسرچه شفا یافته با دل سالم عمر به سر میبرد. مادر کودک گلزاده شادی و خود صاحب خانه زن است. حبیب جان برایش یگانه فرزند می باشد. شوهر ندارد. همراهی پدری معیوبش در دهه واروخ شهر اسفره زندگی می کند. خود نیز وزبینی گوش دارد. از بیماری مادرزادی پسرچه‌اش از تولدخانه آگاهی پیدا نمود. امروز زن خوشحال است که فرزندش پس از جراحی وزنین دل در نزدش زنده و سلامت قرار دارد. به طبیبان و کل مردم سخاوت پیشه دیار برای کمک و دستگیری در راه شفایابی فرزندش درود و سپاس میگوید. شما به رحمت ده، شما یاردم کردید. خودش درست کنه. هم به رحمت ده دیگه کاری باشه دیگه. رحمت ده که با دعا میکنید ده، دعا میکنید. کل درش شاد خواستن ده. هم دلش هم بیکلک کو. دو افراد کردیم کل درش میبرد دیگه. ایلو نقشه بده کنه کتاب نشه. درش بده کنه. جای افرادش درش بده نخواهد اونجا میشن ده. تکی یاردم کرد باشه دیگه همشون به رحمت.